سلام و درود، خوش اومدید. بعد از مدت ها یه ویدیو خفن دیگه قراره بذاریم. امروز قراره بریم بزرگترین پاساژ خاورمیانه، فکر کنم باشه. فکر چیه؟ هست دیگه، هست، نمیدونم والا اینو. اوپال قراره بریم، حالا دیگه جاشو بزنیم کنار. قراره بریم اوپال و ببینیم واقعا جای خفنیه یا نه. پس بزنید بریم. ها؟ کلا رو درار دیگه. آهان آره. آقا منتظریم، هنوز نیومده تا فعلا. آره سواره به تو شدیم. داریم میریم سمت کجا بود؟ میرم خودرو. آره که از اونجا تاکسی یا پیاده هرچی راحت بریم. آره خب دیگه داریم میریم. رسیدیم اونجا یه الف کوچکه. آقا 5 تومن نداشت پول تاکسی بده، گوه داره میخوره. خب این تیکه رو سانسور می‌مونی؟ نه متاسفانه. واو عظمت رو نگاه کن آقا، کارو بگی آباری کل. برو به قول دلتا فورس چی گفت؟ گراره دلتا فورس کیه؟ من چی؟ یکی از عظیم‌ترین ارتش‌های آمریکایی. آها یادم نبود، ببخشید. تو یه ذره سر کن. نه البته هوا گرمه، منم بودم هیچی بگم نمی‌دونم. قشنگه آجی. بیا میشه بیفتی جلو عزیز دلم. به نظرم اینجا خیلی جای قشنگیه. برو آور کل. اگه گیر ندن واسه فیلم برداری واقعا جای قشنگیه. عالیه. نکنید یه معماری خاصی داره، درست میگم؟ آها ماشاءالله. خب بچه‌ها داره محمود میره. باشه داشت فهمیدیم گشنته. مرسی. آره تو منو الاف کردی اینجا. ویدیو عالیه به نظر من. چه خبره؟ خوشی اینجا خیلی جای به شدت خفنیه. عالیه. موزه لوور. آره زدن موزه لوور. آقا بیا بریم بخشای دیگر هم نگاه کنیم. میخوام یه ذره اینجا یه دوری بزنیم ها. فکر نکنم چیزی داشته باشه. فرش نیومدیم بخریم که البته میخوایم نگاه کنیم دیگه. 57 میلیون دست بافته ولی عوضیش ها. چی دون؟ یه حرفو نزن آجی به قرآن، مثلا این مدرک جرمه. بیا اینجا کجا داری میری؟ بیا اینجا خیلی قشنگ تره. بیا پسر خوب بیا. عالی. واه اینجا رو نگاه کن، یاد بگیر. نمیکنن مشی، نگران نباش. من خودم این دم و دستا رو راه انداختم، میخوان منو بیرون کنن. دودش اینا قدیمی هن. میدونی چقدر فرش دستباف زحمت داره؟ نمیدونی که داداش. یعنی چی؟ آها بعد خارشک میگیره؟ من این تا حالا امتحان کردی؟ شمالی؟ بچه و بخش آبشارشه. واه بگو کجا رو میخوای نشونمون بدی؟ اوه ابهتو خیلی جای گادیه به شدت. جدی میگی؟ واه کف کارو بگیر. به نظر
نظرت اینجا بهتر بود یا پاساژ قبلی که رفتیم مقایسه دو تا پاساژا؟ جوابشو خودم میدونم. آره البته گرونه دیگه، مشی یه ذره نسبت به اونجا قیمتاش مناسب تره. آها باشه. تو یه ذره دوربین رو نگاه کن، اسم من با دوربین قهری من بود. عالیه به شدت. بذار بپرسم اگه سکیوریتی. از سکیوریتی چی میخوای بپرسی؟ جلو غذا فروشی کجاست؟ غذا فروشی کجاست؟ باشه. یه دونری یه چیزی. باشه. ما که حرفی نداریم، اگه تو حساب میکنی ما هم میخوریم. خب آره. سیل اصلا نگاه کنم این کار اینم جایی که نمیدونم خیلی بزرگه. میدون حاجی. آره خلاصه اینم نمیدونم چیه. و من اینم بگم بزرگی خیلی قیمتش به شدت خیلی مثلا یه بستنی می‌خوای بگیری من پرسیدم چند بود؟ 200 تومن. 200 تومن یه بستنی مثلا تو شهر خودمون بستنی مثلا 80,000 تومن. داداش تهران دیگه چه توقعی داری؟ آخه نداشت تهران در پاچه آدم چیه؟ داداش نه این بستنیش طعم چیز بود، این میکسیا بود. آره بچه سعی کنید ویدیو اکثر همه چیز نشون ولی انقدر بزرگه نشدستم بریم. بچه ها نیما دست و پاش شکست، دست و پاش خورد شد. ولی من نیما رو دیدم اگه بشه یه سری تیکه ها هست چیز میذارم. ولی خلاصه بچه ها جان نیما در خطر بود، پرید تو آب از ترس حالا برو. خدایی خیلی وحشیانه داشتم مثلا داشت حمله میکردن، یه چند نفرم عکس گرفتم باشه ولی خب شکست بنده خدا. شما ما رو برده بودی لای جنگل بنده خدا آقای پشنده شد. دست و پاش شکست جدا شد. صحنه رو بچه ها نگاه کنید به شدت حاجی واقعا قشنگه. فکر کنم زنده نمونیم حاجی، فکر کنم آره خلاصه حاجی بریم دنبال جدی غذا فروشی آروغوره. خب آقا الان طرف داداش میشه اصلا خبرت آقا از کجا این خبر بهت رسیده؟ آقا از کجا میدونی؟ اگه نشسته بود چی؟ داداش من فکر نکنم پریده باشه. اوه مثل اینکه اومدش. نیما بازیه چه بدونم والا چه اتفاقی افتاده؟ عالی دست پا داره میشکنه. باشه من از شیش شکست دست منم اومد گفتی دست پا. آروم باشید. این جمعیت پیداش کردم آدم مومنو. چوب نداری خدایی؟ گوشیت خاموشه؟ بیام بیرون نمیتونستم. عالی 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 هنوزم کمریز یه سریات کنم ناامید نشده. چی بگم والا بابا بیا بریم بخشای دیگر هم ببینیم حالا دیگه اشکال نداره پیش میاد ها. آره اینجا گرونه داداش. یه چا
یه دونه پیتزا دوناتو تو شهر فردیست میدن یه قیمت دیگه. خب آقا از این ویو نگاه کنید. برنامه چیه آقا؟ همه جاشو باید بریم. واه من نمیدونم بابا اینجا چه خبره. تو هم هی میری دنبال بقیه. بس خدا وکیل نگاه بر محیط لذت ببر. دست بزن بابا بهش. ده واه بچه یه جای دنج پیدا کردیم. بذار من بگیرم. بازی زشت مردم دارن نهار میخورن بابا. باید فیلم بگیری. چیکارا نکنیم بابا؟ بیا بریم دیگه. الان چرا نشستیم؟ داداش ولی شبیه پاتریک شدی اینو گذاشتی. الان دیگه شبیه اختاپوس شدی. نکن خدایی با خودت این کارو. آجی به نظرم پایینش خیلی باحال‌تر، خیلی جایی به شدت خفنیه. بهتره بریم دیگه. بریم لوکیشن بعدی. ببین معلوم نیست ولی این برای میتونم نشونتون بدم که چقدر آدم جمع شده و اینا دارن هی بیشتر و بیشتر داد میزنن. من دیگه بیخیال شدم آجی. فقط گوشی از دستت نیفته. اگه میشه دو زحمت دو دستی بگیر. نه اوکی. فکر کنم یعنی یهو میگن این طرف یهو میگن اون طرف. واکرن. I'm نگن. نیگرم باشه پس اینا بردمه حاجی. من موندم حاجی اینا چی دیدن انقدر دارن ذوق میکنن؟ خب میدونم میگم دیدنش مگه واقعا دارن ذوق میکنن. حالا الان ما میریم نیست شاید هم نریم. کتابخونه‌ش هم بریم. آجی نگرفتیم. کتابخونه‌شو رفتیم. کتابخونه‌شو حالا میریم بعد. من ویدیو رو قطع میکنم بزن بریم. عالی. نسبتی داری حاجی با پاتریک. نسبتی داری با پاتریک. نه فامیل چیزی نیستی. اما پاتریک همون نوادگانش آدم و اشباه و اینا. داشت چیکار داری بری سمتش مثلا؟ عالی. اینجا هم بچه ها کتابخونه نشستیم. باجی اینجا کافه تر از کافه شماست. خیلی چیزا داره. شوی سیاه ایمونی یعنی چی هست؟ میدونم چیزیه که تو منو قیمتش پایینه. از اون بالا چنده؟ قیمت پایینشینه. ببینم واجی ببخشید تو رو خدا بابت کیفیت دوربین اصلیمون خاموش شد. شارژ میکنم. ببینم ببخشید منو رو میشه تو یه ذره دوربین بگیری عزیزم دست دادم. محیط بگیری. محیطش که خیلی دلبازه. من مثلا
کتابی خیلی قشنگه. نگاه کتابو رو بگی. خیلی باحاله. و جالبش اینه که کدومه؟ ها داداش بیا چای سیاه ایرانی خوردی؟ چای سیاه. نمی‌دونم. داداش چای سیاه همونی که تو خونه میخوری. آها اونه. فقط اومدن قرمزا. چوسیشو بردن بالا میگن چای سیاه ایرانی. آها. مثلا همونو داشت پررنگ کنی خب میشه سیاه ایرانی دیگه. یه دونه سینگل بخوای بخوری چیه؟ من نمیدونم از کجا باید ثبت سفارش کنم. فقط میدونم این شهر کتاب اونور داره خیلی داره چشمک میزنه. من چی بریم به شهر کتابش؟ شهر کتابش بریم. چی داره شاید تونستی یه چی بگی. یه چاییه دیگه داداش. چای چند؟ دارم میگم 169 تومن. 170 روندش کن. داش چه کاریه؟ واقعا خب آقا کتابا رو برو ببینیم. خیلی کتابش متنوع زیاده. من یه خریتی کردم یارو بعدش یارو گفتم این برچسب هست بزنم پشت موبایل مد روزه. حاجی گفتم تومانشو داری؟ چی؟ داش ندارن اینجا، چرا باید همچین چیزی داشته باشن؟ برچسب قشنگ داشتن. شاید یه دونه بگیرم جلوی طرفدار رو بچسبونم به گوشم. آره ایول. کتابا تو میشه فالم گرفت. پشماجی نیمروخه تو دوست دارم. نیمروخ اصیل ایرانی داری ها. اصیل شمالیه. شمالی مگه؟ از رشت داره. دلم میخواد برم سمت مانگاش ولی دوستان مانگا پسندمون اجازه نمیدن. آها بله. بریم سمت مانگا. چیزه این انگلیسی زبان اصل آره. یکم کتابخونه‌شون زیادی پره. عجیب ترین چیز رو الان میدونم کتاب اساسی ببینم من نمی‌دونستم کتاب داره. خیلی هم قشنگه جلدش. میپرسن چیزی میخوای یا نه و تو مجبوری یه چی بخری. دونه آب. میخوام ببینم چه انیمه‌ای داره. چه مانگایی داره از چه انیمه. این اساسین چیزش چی داره؟ میخوایم ببینیم اساسین کریدش چیه. همش متنه. صفحش دست بزن صفحش. خب آره خیلی صفحش نرمه. بگو حاجی میدونی همون جلدی چنده؟ فکر کنم 5 میلیون. فکر کنم کم. آره کم. اینا هم نمیدونم چیه ولی بچه فکر کنم اغلب افرادی با اون کارتون خاطره دارن. فقط منم. خب شورتی بود. آره شورتمن میگفتن بهش. آره دیگه خلاصه اینم بچه بخش مانگاشه که انقدر چوسیشون بالایی یه دونه دوبله ندارن. یعنی زبون اصلیه. همه زبون اصلیه. جویتسو کایسنه. مسئله اینه که همش زبون اصلیه. اسپویل ماشی الان چه یه چپتر بزنم. حل دیگه ما بریم میگیریم. چی؟ سکونا کجاست؟ حاجی اصلا شبیه لاستافاس نیست. دلست مگه کمیک داره؟ آره جالبه. و جالبش اینه که کلا مطمئنی؟ حاجی کلا مطمئنم 7 صفحه است شاید کمتر. یه دونه هم تازه کم آوردم پشت چاپ کردم. کتاب تنه. حاجی این هم حتی دوبله نیست. تو چرا زبان اصلی خوبه که؟ الان چی از این کتاب؟ بزن ترجمه گوگل. خب یه 100 تومن بیشتر میدم خودم ازتون میگم درست حسابی. مثلا زبان اصلی ارزشش بیشتره، نفیس‌تره. اینو من دارم. این داریش ترجمه شو. تازه چی این جلد سفت و محکمشه از ترکیه ها. داشت کل ویدیو تو بودی حالا یه من به رود نمیارم. یه موقع پر رو میشی. برام واقعا اهمیت نداره. آره 100% دیسکو که نیست. البته یه دقیقه بگن بیرون نیما اومده دیسکو میشه. طرف داداش بیمارستانه اصلا. منظورت چیه؟ باشه من شیبه قرآن فهمیدیم
زشته نکن. دیدن هنر. خب اینجاست بالا یه چیز جالبی نداره. میرم اون طرفا رو ببین. نیکی نجس. صدای چوب داره به گوش میرسه. خرج و خروج. بخش روانشناسی تاریخ رو نداره؟ کتاب همه مدل داره، نصفش هم فلسفه است. حاجی دلم میخواد یه جو بشینم. کتاب کوچک فلسفه؟ عکس گاوه. فکر میکنم اصلا ربطی به فلسفه نداره. فولتایم فوکس. خیلی اصرار داشت از پایین پله اومدنش بگیرم. گفتم بگیر. حقم میدم حاجی بهش. کل ویدیو من بودم. بریم سراغ خرید. یه خریدی بزنم اگه تونستم. بزن بریم. گرونه فشار بدم باز. من فشار میدم به جاش. برادر کیف داره میکنه. صدا هری پاتر. اوه داره میگه میشنوی صداشو. من دارم اینجا آهنگ میزنم. آره بیا بریم تو دیگه. عالی بود به نظرم. حاجی انقدر آهنگ از دید من کم صدا بود. داشت قشنگه خدایی به عنوان یه دستگاه صدا. ولی حاجی صداش به گوش همه رسید. همه گفتن صدای راه کجا؟ آره. گفتم من نوازیدم. ماشاءالله. نگاه کن. اوه حاجی چه قشنگه این بخش. نگاه همه وسایل قدیمی هست. چیه سکه است؟ اوه حاجی شکل واقعی و نصف ویدیو چقدر چیزای قشنگی داره. تابلوها رو نگاه کن. حاجی این سکه ها خیلی قشنگه و همه مدل سکه از آمریکایی. چرا باید یکی شمع چیز بگیره حاجی؟ اکسسوری. تابلوهاش واسه سریال نداره هیچ تابلویی. نه نگاه کن. اینا رو میزنی روش فکر کنم صدا میده. آره هر کدومش هم واسه یه بخش از طبیعته. حاجی صدا جیرش در اومد. اوکی دیگه ما برویم. اوکی دیگه. خب بریم سمت یه سمت دیگه. بخش چیزای مفیدش اینجاست. خیلی مفیدن. بخشای خوب برای من افتاده. یه درست بگیری خیلی بخشای خفنی افتاده. جدی دارم میگم. شدت خفن. صدامون امیدوارم بلند بیفته. آخه اینجا آروم میشه حرف زد. حاجی نمیدونم تو هم با تنتن جوجوتسو کایزن. آره حاجی الان برم داریم میبینیم 500 تومنه. یه دقیقه بگیر. اولین باری دارم این چیزا میبینم. از همه چی بچه‌ها یه ذره از این خود شیفته نگیریم. می‌کرده مثلا پف خاصیه به خدا.
قشنگه نمیدونم بگیرم یا نه. میگیرم. این خرید کرده باشم. ببینم چی. انتنشو ازش خوشم میاد. این میشه یعنی به نظرم اینجا رو داره میتونه بخشای باحال‌تری هم داشته باشه. چه به هرچی خودت میدونی. خب بچه‌ها دیگه کافیه به نظرم بخش کتابخونه کامل همه جاشو بهتون نشون دادیم. اگه تا اینجای ویدیو رو دید حتما لایک کنید. میریم حالا رو بخشای بعدی پاساژ ایران مال. بزنید. نبود؟ بزنید بریم. اوکی. چی میکنی هستن خوشم میاد. چیکار میخواد؟ طلا فروشی هم داره. هرچی میریم جلوتر از چیزای جدید هست. نه این همون کتابخونه است. آره. نه همونه. تاها حس میکنم داره از کاسه چشم خون میاد. میگیری چی میگم؟ یه دور میزنیم همین. چیو؟ خب بچه ها نشستیم به شدت خسته. اینجا هم بسته بودم بالش شما به زور وارد شدیم. دور تا دور صندلی گذاشته. دور تا دور هر کی هم موهاش بلنده او نیماست. اوه ماشی موهای تو یه ذره بلند. بچه من و محمود اکثرا من پشت دوربین بودم. محمود عرضه فیلم برداری نداره متاسفانه. آب به شدت آب نیازه. چرا دوربین چرا نگاه میکنم کج میره این طرفی یا ببین چرا کج میره من از صورتم چشام کج میره نگاه اینطوری. اینجا باید دوربین جلو با کیفیت تره. بزنیم تو کار دوربین جلو. هیچی توش نیست. خسته او در به دره دلم میخواد الان شهر غمم. من دوست دارم یه چای بریزم برم تو خونه بشینم و بنویسم بگم در به دره شهر غمم. جدی داری میگن این حرف رو؟ داشت واقعا خسته در به دریه. هی میدوه از این ور اون ور داد میزنن. مرد روانی هم به قرآن داداش 1 میلیون آدم ریخته تو ایران بود. منظور چیه روانی؟ بیماری خدایی خوش گذشت. من خودم قبول داره. آره ولی حاجی اگه مردم وحشی نبودن خوش میشن خوش میگذشت. آره خوش میگذشت. ما این میگم 2 تا عکس بگیریم ما این چیزا بولینگا. کجا میری؟